در کتاب مقدس 240 ارجاع. کتاب مقدس حاوی 240 ارجاع مربوط به ایران یا پرشیا است. نام پرشیا یا پارسی 33 بار در 6 کتاب از کتاب مقدس عبری آمده است. از کوروش اولین پادشاه پرشیا 19 بار نام برده شده است. نام داریوش پادشاه پرشیا 15 بار آمده است. از اخشوروش پادشاه پرشیا که به خشایارشاه نیز معروف است 12 بار نام برده شده است. نام اردشیر پادشاه پرشیا 13 بار آمده است. 148 بار نیز به دیگر افراد و مکانهای پارسی اشاره شده. بیشتر مردم از جمله ایرانیان بر این واقعیت آگاه نیستند که تاریخ ایران و تاریخ کتاب مقدس در طی قرنها در سطوح عمیقی با هم تلاقی داشتند و بیش از 1000 سال طول کشید تا عهد خدا با ابراهیم با تاریخ پارسی تلاقی کند. ایران در کتاب مقدس، نبوت یک مسیح پارسی. زمانی که اشعیای نبی در اورشلیم به سر می برد پیشگویی عجیبی کرد که در آن به طور مشخصی از کوروش اولین پادشاه پارس سالها پیش از اینکه او متولد شود نام برد. اشعیا در حدود 700 سال پیش از میلاد میزیست و کوروش به طور تقریبی 150 سال بعد از اون وارد صحنه میشه. اشعیای نبی به روشنی پیشگویی کرد که خداوند پادشاه آینده پارسیان به نام کوروش که از او به عنوان مسح شده نام برده را به خدمت خواهد گرفت. خداوند به کوروش مسیح خود که او را گماشته است تا ملتها را به زیر سلطه خود درآورد میگوید من خود راه تو را هموار خواهم ساخت. من تو را به اسمت خواندم. من این افتخار را به تو دادم هرچند تو هنوز مرا نمیشناسی. عبارت مسح شده بسیار مهمه. این به معنای مسیحه و معمولاً به پادشاهان اطلاق می شده. وقتی اشعیا کوروش رو مسیح می خونه هیچ تشریفاتی پشت اون نیست. کوروش با روغن مسح نشد، بلکه این تنها یک کاربرد استعاره‌ایه، به این معنی که اون شخصیه که خدا از اون برای مقاصد خاصی در طرح خودش استفاده خواهد کرد. این تنها مورد در متون مقدسه که در اون یک شخص غیر اسرائیلی مسیح خدا و برگزیده خدا خوانده میشه. در کتاب اشعیا کوروش مسیح نامیده میشه، ولی شبان هم نامیده شده. شبان تصویر بسیار رایجی برای پادشاهان در سرتاسر خاور نزدیک باستان بوده. این من هستم یهوه که به کوروش میگوید او شبان من است و خواست مرا انجام خواهد داد. و خدا کوروش رو به دلیل شبان میخونه. مسئولیت شبان مراقبت، تغذیه، نگهداری، پرورش و راهنماییه. اینها کارهایی که کوروش انجام داد. کوروش اینها رو مطابق با طرح خدا انجام داد. خدا میخواست اون عهد رو نگه داره. اشعیا کوروش رو کسی میدونه که برای راهنمایی و رهبری مردم جهان و به ویژه مردم خودش یعنی یهودیان انتخاب شده. و هیچ کس نمیتوانست تصور کند که کوروش پادشاه ایران چگونه به اجرای عهد 1000 ساله خدا با ابراهیم کمک خواهد کرد تا برکتی شود برای جهانیان. امروزه در ایران آرامگاه کوروش به عنوان نشانه‌ای در تاریخ هنوز پابرجاست. این بنای یادبود برجسته در پاسارگاد که هنوز هم پابرجاست آرامگاه خود کوروش است که از سنگ آهک سفید ساخته شده و ارتفاعی حدود 11 متر داره. وقتی کوروش پادشاه پرشیا شد، بابل بزرگترین قدرت دنیا بود. پایتخت بابل در جایی قرار داشت که امروزه عراق نامیده می شود. در اوایل قرن 500 پیش از میلاد خاندان سلطنتی بابل بر قوم یهود پیروز شدند و اونها را به شهر بابل تبعید کردند. همینجا بود که تا سال 539 پیش از میلاد وقتی کوروش به بابل اومد اونها همچنان در تبعید بودند.